سوال اول، کمک های اولیه چیست؟ به اقدامات اولیه میگویند که بلافاصله پس از بروز سانحه و قبل از رسیدگی به مرکز درمانی صورت میگیرد. به اقدامات اولیه که در درمانگاه و اورژانس انجام می شود. اقدامات صورت گرفته توسط پرستاران در مرکز اورژانس گویند. به اقدامات اولیه قبل از بروز حادثه و برای جلوگیری از آن میگوید. کدوم یکیه؟ یک گزینه بفرستین. 1 2 3 4 کدوم؟ بچه ها بزنین گزینه‌شو. کمک های اولیه به کدوم مورد میگن؟ کم تصویر بینم پایین‌تر نور بکنم بهتر میشه. اینجوری بهتره. اینجوری خیلی بهتر شد. اینجوری خیلی بهتره. عالیه. بچه ها کدوم گزینه؟ گزینه 1. کمک های اولیه چیست؟ بچه حتی اگه نمیدونین نمی جواب بدین، یه دونه عددا رو بفرستین که یه یادآوری حالا اشتباه شد درست شد با هم دیگه حلش میکنیم دیگه. هدف اینه که یه مروره. کمک های اولیه چیست؟ به اقدامات اولیه میگویند که بلافاصله پس از بروز سانحه و قبل از رسیدگی به مرکز درمانی صورت میگیرد. پس این میشه گزینه 1. سوال دوم، در خیابان شریان فری در شهرها حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟ 50 60 70 85 کدوم گزینه؟ تو خیابان شریان فری در شهرها حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟ بگین گزینه مورد نظرتون. اشتباه هم بود اشکال نداره، مهم اینه که خودتون دارین محک میزنین. حالا اشتباه درستش زیاد آنچنان حساس نیستش. کدوم گزینه است بچه‌ها؟ در خیابان شریان فری در شهرها حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟ نظرتون رو بگین. حالا اشتباه هم بود اشکال نداره، هدف ما یه مروریه بر مبحث آیین‌نامه. اگه آزمون داری کمکت میکنه، گواهی هم داری تو خیابون کمکت میکنه، کلا ضرر نداره. تو خیابان شریان فری در شهرها حداکثر سرعت 50 کیلومتر است. بریم سوال بعدی. پس شد این 50. این تابلو بیانگر چیست؟ محدوده 1 پایان محدودیت سرعت 30 کیلومتر، 2 پایان حداقل سرعت 30 کیلومتر، 3 منطقه محدودیت سرعت، 4 سرعت بیشتر از 30 کیلومتر ممنوع. بچه کدوم گزینه میشه؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 یه گزینه بفرستین. ببینین الان تو اینجا 2 تا پایان داریم. خب پایان زمانی استفاده میشه که روی یه نوارچسب سیاه یه نواری خورده باشه. اینجا الان نواری نخورده، پس ما نمیتونیم گزینه های پایان استفاده کنیم. خب پس 1 و 2 حذف میشه چون نوار اینجا نخورده. میبینن گزینه 3 و 4. تو 3 و 4 به نظرتون کدوم گزینه درسته؟ 3 منطقه محدودیت سرعت، 4 سرعت بیش از 30 کیلومتر ممنوع. خب میشه منطقه محدودیت سرعت. ببین چرا منطقه؟ این تابلوهایی که به این حالت منطقه دارن، حالت مستطیل قائم و همیشه دیدی بزن منطقه محدودیت سرعت. گزینه 3 میشه. ماشاءالله که من پایه‌کارین. عنوان این تابلو چیست؟ سوال 4. تقاطع جاده و راهن در 300 متری، خروجی از آزادراه در 300 متری، تقاطع راهن، حاشیه نمای 2 طرفه. سوال 4 گزینه چندم میشه؟ سوال این تابلو چیست؟ تقاطع جاده و راهن در 300 متری، خروجی از آزادراه 300 متری، تقاطع راهن، حاشیه نمای 2 طرفه. اشتباه هم گفتین اشکال نداره، فقط ما داریم محک میذارم. ما داره هزاران تا شماره میاد، کسی نمیدونه شما اون سوال کدوم گزینه گفتی. هرچی که به نظرته بگو. بعد بچه هر شب ساعت 9:30 داریم و هر شب از این بعد ساعت 9:30 لایو داریم تا در 12 شب احتمالاً هستش پشت سرم. هر شب ساعت 9:30 آنلاین میشه. امشب ساعت 10 شروع شد.
بعضی وقتا تاخیر بیفته، اکثرش حواسای میگیریم 9:30 لایومون شروع بشه. ببینین راحت حلش کنیم. الان حس میکنم ما هیچ کدوم کتابو نخوندیم. ببین اینجا 3 تا خط داره، درسته؟ این 3 تا خط منظورش به این متراژ است دیگه. خب بعد میشه این 300 متر. 2 تا 300 متری داریم. پس یا گزینه 1 رو باید بزنیم یا گزینه 2. خب گزینه 3 و 4 باز نیست، چون 300 متری باید توش باشه. یک نمیشه تقاطع جاده و راهن در 300 متری، دو نوشته خروجی از آزادراه 300 متری. یادت باشه آزادراه اولش آ داره، تابلوهاش هم آبی رنگن، قرمز رنگ نیستن، پس این گزینه حذف میشه. چون آزادراه اگه بود بعد این تابلو آبی رنگ می بود، اینجا تابلو آبی رنگ نیست. آزادراه اولش آ داره، تابلوهای آزادراه هم آبی رنگه، پس گزینه 2 نیست، پس گزینه 1. بدون اینکه حتی کتاب خونده باشیم با چند تا تکنیک اینا الان حذفش کردیم، شد تقاطع جاده و راهن در 300 متری. بریم سوال بعدی. استفاده از کدام نوع کمربند ایمنی در خودروی استفاده از کدام نوع کمربند ایمنی در خودرو الزامی است؟ 2 نقطه‌ای کمربند ران، نوع کمربند ایمنی مهم نیست، 3 نقطه‌ای. کدوم بچه‌ها؟ آیا امیر موسوی کدومی که دوست عزیز؟ امیر موسوی تایپش گیر کرده. خب استفاده از کدام نوع کمربند ایمنی در خودرو الزامی است؟ آقا امیر خودت بگو. 2 نقطه‌ای کمربند ایمنی چند نقطه‌ایه؟ بچه‌ها کمربند ایمنی چند نقطه‌ایه؟ تایپی بنویسین، فارسی بنویسین، اینجا می‌خوام یه چیزی با هم یاد بگیریم. کمربند ایمنی کلاً چند نقطه‌ایه؟ دوستان عزیز کمربند همینجوری مثلا بنویسین، ببینید فارسی بنویسین کمربند ایمنی این تعداد نقطه. کمربند ایمنی چند نقطه‌ایه؟ بچه‌ها دیگه تایپ فارسی علاقه نداریم، همینجوری متنی می‌نویسیم ببینید. خب اوکی دیگه. حالا بچه‌ها کمربند ایمنی خب آفرین 3 نقطه‌ایه. چرا میگن 3 نقطه‌ایه؟ چون 3 تا محل اتصال داره به صورت مثلثی. خب یه نقطه اون بالا سمت کتفه، یه دونه پایین، یه دونه هم سمت سگک رو وصل میکنن. 3 نقطه‌ای. 3 نقطه محل اتصال داره. به خاطر این میگن 3 نقطه‌ای. بسیار سوال مهمیه این سوال و احتمال اومدنش روز آزمون اگه امتحان دادی خیلی بالاست. پس همیشه یادت باشه سوال اومد کمربند ایمنی چند نقطه‌ای؟ 3 نقطه‌ای. چرا 3 نقطه‌ای؟ 3 نقطه محل اتصال داره. بریم سوال بعدی. این تابلو بیانگر چیست؟ عبور با عرض بیش از 2 متر ممنوع، عبور با ارتفاع بیش از 2 متر ممنوع، عبور با بار بیش از 2 تن در هر محور ممنوع، 4 عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 2 تن ممنوع. ما سوال گذاشتم رندوم اومده سایتمون، خودم میدونم هر موقع هر سوالی میاد با هم دیگه میریم جلو دیگه. این تابلو بیانگر چیز بچه‌ها؟ با عرض ربط داره یا با ارتفاع یا با بار؟ با چی ربط داره؟ بگین هرچی به نظرتون. غلط درستش مهم نیست، مهمه که شرکت میکنی دستت میاد. ممکنه سوالای امتحان رو بزنیم الان ما داریم چی کار میکنیم، ما که نمیدونیم دقیق روز امتحان بعد چی میاد، ولی داریم با هم کار میکنیم. ببین الان 10 شب لایو دیدیم، هر شب یه 30 تا سوال کار کنی، اصلا هیچ کتاب نخونی، همینجا تو لایو با هم دیگه کار کنیم، میری روز امتحان به راحتی جواب میدی. در از فضا نمیاد که سوالا در از کتاب میاد، همون با هم دیگه داریم کار میکنیم، رایگان هم هستش. هر شب بیاد لایو با هم دیگه کار میکنیم، خیلی هم کمکت میکنه، خیلی کمکت میکنه. خب بچه این تابلو بیانگر چیست؟ خب ببینید این مثلثی ها کجان؟ بالا یا کنارن؟ ببین کنار خب منظورش عرضه، اگه بالا بود منظورش ارتفاع بود اگه بالا بود، ولی چون کنارها یعنی چی؟ یعنی عرض. خب پس این تابلو مربوط به عرضه. خب 2 متر هم نوشته، یعنی منظورش عرض بیشتر از 2 متر نمیتونه اینجا عبور کنه. حالا اینجا یه دونه نوشته فقط واسه عرض، یعنی فقط همین گزینه 1 نوشته واسه عرض. 1 عبور با عرض بیش از 2 متر ممنوع، میشه گزینه 1. بریم سوال بعدی. این تابلو بیانگر چیست؟ همتون جواب بدین. این تابلو بیانگر چیست؟ مدرسه بوق زدن ممنوع. خب نزدیکتر کنم، نزدیکتر شد. این تابلو بیانگر چیست؟ مدرسه بوق زدن ممنوع، عبور دوچرخه ممنوع، فقط عبور دوچرخه و پیاده. آفرین خانم آیده عزیزی، آره درست. خب این تابلو بیانگر چیست؟ مدرسه. ببین اصلا دیگه خود سوال دادنه، مدرسه که اصلا ربطی به این نداره،
این علامتی هم از بوق نداره. 3 نوشته عبور دوچرخه ممنوع، 4 نوشته فقط عبور دوچرخه پیاده. اینجا پیاده هم که نداریم هیچی. گزینه 3 شد. بریم سوال بعدی. سوال بعدی رد کردیم سوال رو. خب رانندگانی که قصد تغییر مسیر یا توقف وصله نقلیه خود را دارن از چه فاصله باید چراغ راهنما بزنن؟ بچه چراغ راهنما چه فاصله ایه؟ چراغ راهنما چند متری میزنن؟ 250 متری، 200 متری یا 150 متری؟ چراغ راهنما از چه فاصله ایه؟ چراغ راهنما از چه فاصله چراغ راهنما میزنن؟ چه فاصله؟ کلا راهنما چند متری؟ ما که تو ایران راهنما زیاد میزنیم. شما راننده‌های عزیز که الان پشت فرمونین دست به راهنماتون خوبه. بگید راهنما رو از چند متری میزنن؟ شما چند متری میزنین؟ از 250 متری میزنین، 200 متری میزنین، 150 متری میزنین، از 100 متری میزنین، چند متری؟ سوال آینه اومد از چند متری راهنما میزنن. تو جاده هم بعد راهنما زد دیگه، به هر حال همون میزنیم. بچه اگه سوال آینامه اومد که از چند متری ما راهنما میزنیم، شما بزنین 100 متری. خب حالا خودت ولی اگه تو جاده بودی هر زمان قصد تغییر مسیر داشتی، حرکتی می‌خواستی کنی، راهنما بزن دیگه. حالا اونجا حساب نکن 100 200 متریه چند متریه. برای ماشین خود هر موقع کاری خاصی کنی راهنما بزن، بقیه مطلع بشن. ولی اگر سوال آینامه اومد چند متری بزنی و 100 متری، هرچی بیشتر بهتره. آفرین آقا حبیب، کاملا درسته. پس 100 متری. بریم بعدی. باز گذاشتن در صندوق عقب وسایل نقلیه در حال حرکت ممنوع است در صورت رعایت سایر شرایط مجاز است، در صورت داشتن بار مجاز است. آقا میگه در صندوق عقب ماشین میتونی باز بذاری یا نه؟ ممنوع مجاز بار داشته باشی میشه، در سایر شرایط مجازه چیه؟ در صندوق عقب ماشین میتونی این سوال خیلی جالب توجه. سوال آینامه هم هستش و بعضی ها اینو استرس میگیرن هم روز آزمون اشتباه میزنن. در صندوق عقب میتونی در صندوق عقب تو باز بذاری بری تو جاده؟ اصلا کاری با کتاب هم نداریم. در صندوق عقب باز بذاری بری. خب چیه؟ همتون بدون استثنا گفتیم ممنوع است. احسن به شما. این جالب توجه سوال آزمونی هم هست تقریبا. خب بعضی وقت میاد روز آزمونا و نمیدونم هنرجو استرس اونو میگیره، به چه دلیلی اینو اشتباه میکنه. آقا در صندوق ممنوعه، اصلا خطرسازه، نباید باز باشه. بریم سوال بعدی. کدام یک از موارد زیر جز رفتار ناهنجار اجتماعی ناپسند میباشه؟ آقا میگه کدام یک از اینا؟ ببین روز آزمون همین هنرجو اشتباه میکنه. میگه کدام یک از موارد زیر جز رفتار ناهنجار اجتماعی ناپسند نمیباشد. نمیگه ناپسند هست، میگه چی؟ ناپسند نمیباشد. خیلی جالبه. یعنی این هنرجو اشتباه میکنه، فکر میکنه کدوم یکی رفتار اجتماعی ناپسنده، ولی در صورتی که گفته نمیباشد. دقت کنین. خب نصب بوهای گوش، میگه کدام یک از رفتار اجتماعی ناهنجار اجتماعی نیستش؟ نصب بوهای گوشخراش، نصب سیستم های پرقدرت چیه؟ رانندگی با سرعت مجاز، استفاده از لامپ‌های غیر مجاز. این سوال انحرافی ها، خیلی راحته، آخرش تو رو گول نزنه. میگه کدوم یک از رفتارهای ناهنجار اجتماعی ناپسند آقا کدوم رفتار ناهنجار اجتماعی نمی باشد؟ کدوم نمی باشد؟ نمیگه هستا. خب نصب بوهای گوشخراش خب ناهنجاره، پس این جواب نیست. درسته؟ سیستم های پرقدرت خب یعنی همون سیستم های فکر کنم صوتی و منظورش، خب نمیشه که این ناهنجاره. استفاده از لامپ های غیر مجاز خب اینم ناهنجار. پس این رانندگی با سرعت مجاز میشه جواب ما. ببین خیلی راحته. خب حتی کتابم نخونی این جواب میدی، ولی روز آزمون اون فشار آزمون استرس، خب آدم انسان‌ها اینجوریان، حواسشون نیست این نمی باشه تا آخر رو بخونن. همیشه یاد باشه سوال و قشنگ تا آخرش بخون. بعضی اوقات کامل نخوندن یه سوال باعث اشتباه میشه. بریم بعدی. کدام یک از وسایل نقلیه زیر ببین این سوال هم برای آینامه پای سوم به شدت مهمه
و هم بجز آیین‌نامه پایه سوم اگر آیین‌نامه موتور هم داری به شدت مهمه، یعنی هم جز سوالات موتورسیکلت هم سوالات پایه سوم و مهمه و اصلا هم تو کتابم نخونی باید اینو بلد باشی جواب بدی. یه چیز اجتماعی، یعنی بیرون تو خیابون رفتین و خیابون رفتین کلا کسی پشت وسیله نقلیه میشینه واز است میگه کدام یک از وسایل نقلیه زیر نسبت به دیگر وسایل نقلیه است ایمنی کمتری برخوردارند؟ 1 کامیون ها و اتوبوس ها، 2 وسایل نقلیه کشاورزی، 3 موتورسیکلت ها و دوچرخه ها، 4 خودروهای سواری. آقا میگه کدوم یک از این وسایل نقلیه ایمنیشون کمتره؟ ایمنیشون یعنی ما زمانی که از اون وسیله نقلیه استفاده میکنیم خطر برای ما بیشتره. خب هم جز سوالات پایه سوم بسیار مهمه، هم جز سوالات موتورسیکلت بسیار سوال مهمیه و اگر روز آزمون هول کنی ممکنه اشتباه بزنی. خیلی ساده است. خب ما زمانی که تو کامیون و اتوبوس میشینیم خب ایمنیمون کم نیست که. وسایل نقلیه کشاورزی مثلا تو تراکتور میشینی ایمنیت که کم نیست، بازم روی یک 3 تا لاستیک نشستی ایمنیش بالاه. موتورسیکلت دوچرخه، خودروی سواری هم بازم ایمنی داره، ولی موتورسیکلت دوچرخه دقت کن. خودتون اگه دوچرخه هم نشسته باشین، اگه یک ماشینی با سرعت از کنار شما عبور کنه دوچرخه تعادلش از دست میده. خب این به شدت مهمه، موتورسیکلت و دوچرخه. پس هر زمان بس این خیلی مهمه حواستون باشه، اگه اومد کدام وسیله نقلیه از ایمنی کمتری برخوردارن بزن موتورسیکلت و دوچرخه. بریم بعد. عنوان این تابلو چیست؟ بچه عنوان این تابلو چیست؟ بریم پایین‌تر. عبور سواری ممنوع، عبور وسایل نقلیه ممنوع، عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع، عبور سواری شخصی ممنوع. کدوم؟ عنوان این تابلو چیست؟ بچه‌ها تا جواب این سوالو میدین. اگه آموزش 0 تا 100 میخواین هم تو ایتا هست، هم تو روبیکا هست، هم تو تلگرام هست، هم تو بله هست، کافیه کلمه نامه رو بنویسین، خودکار سیستم براتون میفرسته. کلمه نامه، یه نامه خالی رو کامنت کن، همینجا بنویس نامه رو، دایرکت اتومات برات میفرسته. اگر هم از بچهای لایو یوتیوب هستین، یوتیوب دارین فیلمو تماشا میکنی، تو بایو یوتیوبمون هم هستش کانالای مخصوص آیین‌نامه. و حالا اگر پلتفرم دیگه به جز یوتیوب و پیج هستشون چند تا پلتفرم وصله. به شماره 0921 080 64 24 0921 080 64 24 تا هر پلتفرمی پیام بدی از آموزش رایگان 0 تا 100 میتونی استفاده کامل ببری. همه ترفنده هم هستش. نامه رو بنویسین. اگه بچه‌ای که نیستن تو چنل ها نیستن فرصت استفاده کنن، اونجا 0 تا 100 هستش و کمکتون میکنه. خب بچه‌ها جواب این سوال چی شد؟ نامه رو بنویسین. همه نوشتیم. عنوان این تابلو چیست؟ عبور سواری ممنوع، عبور وسایل نقلیه ممنوع، عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع، عبور سواری شخصی ممنوع. بچه‌ها ببینین این سواریه دیگه، درسته؟ این خودش سواری. بزن عبور سواری ممنوع. تمام شد. خیلی راحت. عبور سواری ممنوع. ممنوعیت هم که درسته. عبور سواری ممنوع. آقای علیرضای عزیز این نامه رو بنویسین که براتون ارسال بشه، چون تایپ اشتباه بشه سیستم نمیفرسته دقیق کلمه نامه. خب این شد عبور سواری ممنوع. بریم سوال بعدی. نام این تابلو چیست؟ خطر، 1 خطر، 2 به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک میشوید، 3 ایست، 4 به تابلو ایست نزدیک میشوید. خطر، به تابلو رعایت حق تقدم، کدوم گزینه است بچه‌ها؟ نام این تابلو چیست؟ آیدی PV21 جدا بنویس، چیز نامه رو خالی بنویس، نمیخواد ریپلای بزنی به متن. یه نامه بنویس برات میاد، همینجا بنویس نامه، آیدی PV_21. خب بچه نام این تابلو چیست؟ این تابلو ببین داخلش حق تقدم هست، مثلثی هم هست. به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک میشوید. بریم تابلوی بعدی.
کدام تابلو تقاطع راه آهن بدون راه بند را اعلام می کند؟ این تابلو ببین بدون راه بند. خب یعنی اینجا تو این تابلو باید راه بندی نباشه، فقط اینه بدون راه بنده. گزینه دوم میبینی تایم ما. خب بریم دوباره راه اندازی مجدد لازم. 20 دقیقه تایم داشت شما توضیح میدیم. خب بیشتر از 20 دقیقه میشه، ولی خب نصف سوالا رفته بودیم. خب بزنیم شروع آزمون. تست آینامه شماره شروع آزمون. نه یه آزمون اشتباه شده. آزمون 4 بودیم فکر کنم. شروع آزمون. خب این آزمون بودیم درست. خب بچه ادامه آزمون رو بزنیم. خب این سوال جواب دادیم، این سوال جواب دادیم. خب این سوال 5. به منظور جلوگیری از آسیب رسی به بخش‌های موتور تصمیم تایم پس از طی چه مسافتی باید تعویض بشه؟ هر 5000 کیلومتر بین 60 تا 90000 کیلومتر، 10 تا 15000 کیلومتر، با هر بار تعویض روغن. خانم آیشه ایمری. خانم آیشه نامه رو خالی بنویس. نامه رو همینجا بنویس، نمیخواد ریپلای بزنیم به متن من. نامه رو خالی بنویس، آموزش تو هر چنلی که هستی برات ارسال میشه. به منظور جلوگیری از میگه موتور تصمیم تایمو کلا تایمینگ تایم ماشین رو چند وقت باید تعویض کنیم. جز سوالات بسیار مهمه این سال. هر چند وقت گزینه 1، گزینه 2 یا 3 و 4 کدوم یکی؟ کدوم؟ بچه ها تصمیم تایمو خب اینجا نوشته 60 تو کتاب آینه نوشته 60 تا 90000. آزمون هم اومد بزن 60 تا 90000. خب اگر آزمون داری بزن 60 تا 90000 و اگر ماشین داری دیگه 60000 نزدیکای 60000 عوض کن. ندار دیگه به 90000 برسه، چون بسیار خطرسازه و به تصمیم‌ها اعتمادی نیست و اگه پاره بشه خب برات خرج زیادی میاره ماشینت. شما همیشه تصمیم تایمت به نزدیک 60، یعنی 50000 خورده رد کرد قبل 60000 عوضش کن. اوکی، ولی اگه سوال اومد بزن 60 تا 90000 کیلومتر. سوال بعدی. در بزرگراه‌های درون شهری حد اکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت هست؟ در بزرگراه‌های درون شهری حد اکثر سرعت میگه تو بزرگراه‌های درون شهری حد اکثر سرعت چقدره؟ 100 110 125 یا 120. تو بزرگراه اونم درون شهری سرعت چقدره؟ باید باشه بچه‌ها 100 110 125 یا 120. ببینین اینجا 120 برای آزاد راه اصلا ربطی به بزرگراه نداره. خب 120 برای آزاد راه ربطی به بزرگراه نداره. 125 هم کلا اصلا حذفش کن. میمونه 110 و 100. 110 ببین 100 و 110. 110 برای بزرگراه برون شهریه بیرون شهره. 100 برای درون شهری. بعد یاد باشه بزرگراه یا 100 یا 110. 100 برای درون شهریه، 110 برای برون شهریه. سوال اومد اینو دقت داشته باشین که بچه‌ها اینو اشتباه میکنن. مهم هم هست. عنوان این تابلو چیست؟ خروج اینو با هم کار کردیم نه؟ آره اینو با هم کار کردیم. بعد این یکی. این تابلو بیانگر چیست؟ رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع. رعایت فاصله بیش از 70 متر ممنوع. سرعت کمتر از 70 کیلومتر بر ساعت ممنوع. سرعت بیش از 70 کیلومتر بر ساعت ممنوع. کدوم میشه بچه‌ها؟ این تابلو بیانگر چیست؟ گزینه‌ای که مد نظرتونه رو بزنید. کدوم؟ ببینین اینجا 70 که هست وسط دو تا ماشین، تو هر 4 تا گزینه هم 70 است. کاری به خوب فرق نداره. اینجا چیه؟ بین فاصله است دیگه، درسته؟ بعد اینجا متر نوشته، ام یعنی متر دیگه. این 70 متر، فاصله شما 70 متر باشه. سرعت با 3 و 4 به سرعت ربط دارن، ربطی به این جواب ندارن. 3 و 4 نیست چون نوشته سرعت. حالا 1 و 2 نوشته رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع، رعایت فاصله بیش از 70 متر ممنوع. بیش که اشتباهه، ممکن شاید طرف بخواد 200 متر فاصله بگیره. پس گزینه 1 رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع.
ببین 70 نوشته، مترش هم نوشته، فاصله هم که مشخصه. میگه کمتر از 70 متر ممنوعه فاصله داشته باشن، زیاد به هم نزدیک نشن. خب میشه گزینه 1. سوال بعدی اینه که با هم حل کردیم. کدام یکی از موارد زیر در خصوص کمک‌های اولیه صحیح می باشد؟ بچه جمله‌ش هم طولانیه. کدومی که صحیحه بخونید جواب بدید. تا اینو میخونید جواب میدید. اگه کلمه نامه هم ننوشتی بنویس که لینک کانال آینامه براتون تو تلگرام، روبیکا، ایتا، بله هر پلتفرمی که هستین ارسال میشه. یه نامه خالی کامنت کن. کدوم میشه؟ گزینه بنویسین 1 2 3 4. اگه نامه هم ننوشتی نامه رو بنویس که لینک ها براتون تو دایرکت ارسال میشه. خب کدام یک از موارد زیر در خصوص کمک‌های اولیه صحیح میباشد؟ گزینه 1. کمک‌های اولیه، ببینم خودم بخونم اول سوالو بعد بگم. گزینه 1. کمک‌های اولیه تاثیر در تخفیف بیماری آسیب مجروح نداشته. نه 1 نیست. 2. کمک‌های اولیه میتواند در ملاحظ 2 نیست. کمک سرکاری. گزینه 3. کدام یک از موارد زیر در خصوص کمک‌های اولیه صحیح میباشد؟ گزینه 3. کمک‌های اولیه به سبب کاهش چشمگیر، مرگ و میر و تخفیف بیماری و آسیب‌های مصنوع میشه. گزینه 3. اینم گزینه 3. بایرامی بهروز بایرامی فکر کنم. نامه همینجوری معمولی بنویس. آخرش هش اونجوریه اتومات شاید نتونه ارسال کنه. نامه همینجوری به صورت معمولی بنویسید مثل بقیه دوستان. خب بریم اینجا. کدام یک از وسایل نقلیه زیر نسبت به دیگر وسایل نقلیه؟ خب اینا که با هم حل کردیم. خب سوال بعد. رانندگان کلی وسایل نقلیه موظفند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند؟ میگم راننده از کدوم سمت جاده حرکت کنن؟ اینو حل نکردیم. خط وسط، چپ، زیگزاگ یا سمت راست؟ کدوم؟ رانندگان کلی وسایل نقلیه موظفند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند؟ خط وسط، سمت چپ، خط زیگزاگ یا سمت راست؟ گزینه مد نظرتون رو بگیم. ببین راننده همیشه باید سمت راست، ما تو ایران رانندگی می‌کنیم، همیشه باید سمت راست رانندگی کنیم. میشه گزینه چی؟ 4. تو ایران راست داره، بعضی کشورها فرق داره، سمت چپ. اینو حل کردیم، اینو حل کردیم، اینو حل کردیم، اینم که حل کردیم. استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه صرفاً در تمامی خطوط خط عبور مجاز می باشد. بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد. خط عبوری سمت راست جانب شانه آزادراه مجاز می باشد. خط عبوری سمت چپ راست جانب میگه ما حداقل سرعت مجاز کجا میتونیم حرکت کنیم؟ حداقل سرعتمون کجا میتونیم حرکت کنیم؟ تمامی خطا که نمیتونیم. یکی میگه هر طرف که راحت تریم آهسته میریم. خانم جمیله توکلی بود. نه و هر جا راحتیم که نمیتونیم آهسته بریم. خب حالا میدونم شما به شوخی گفتین. بچه‌ها فقط خب ما خیلی هم پیش میاد تو جاده طرف لاین چپ داره آهسته میره، ترافیک ایجاد کرده. فقط شما سمت راست جاده میتونی آهسته، تمام خطوط نه. تمام خطوط وایسه بریم جاده رو بند میاریم. ما فقط میتونیم حداقل سرعت مجاز میتونیم از خط عبوری سمت راست جانب شانه آزاد را مجاز میگه. خط سمت راست جاده میتونیم آهسته بریم، نه که کل جاده رو بند بیاریم. میشه گزینه 3. استفاده از بوق در کدام یک از موارد زیر مجاز است؟ استفاده از بوق در کدام یک از موارد زیر مجاز است؟ استفاده از بوق در کدام یک از موارد زیر مجاز است؟ بچه‌ها جواب بدین. برای کاهش شدت تصادف. 2. اطلاع و آگاهسازی سایر کاربران راه و جلوگیری از بروز سانحه و خطر. برای احترام گذاشتن برای کاهش تصادفات. کدوم گزینه؟ کاهش تصادفات. خب اطلاع گذاشتن. ببین بوق کلاً برای اطلاع و آگاهسازی سایر کاربران راه و جلوگیری از بروز سانحه و خطر، جلوگیری میکنه از خطر و اطلاع آگاهی میده به بقیه. خب سوال بعدی، مفهوم این تابلو چیست؟ سرعت، حداقل سرعت در خطای عبور
پیش انتخاب مسیر، حداکثر سرعت در خطای عبور، خط ویژه عبور. این تابلو مفهومش چیه؟ مفهوم این تابلو چیست؟ گزینه مد نظرتون رو بگین. حداقل سرعت در خطای عبور، پیش انتخاب مسیر، حداکثر سرعت در خطای عبور، خط ویژه عبور. گزینه مد نظر. این شد دوربین رو متکم خورد. خب ببین اینجا اتوبوس کشیده، خب یعنی خط ویژه، میگه این خط ویژه اتوبوسه، پس میشه خط ویژه عبور. گزینه 4. یعنی این به ما راهنمایی میکنه، شکل اینجا مشخصه. بریم سوال بعدی. این تابلو بیانگر چیست؟ عبور اطفال، گذرگاه پیاده، فقط عبور دوچرخه و پیاده، فقط عبور پیاده. جواب کدوم گزینه است؟ تا جواب میدیم بچه‌ای که تازه اومدیم به جمع، برای آموزش 0 تا 100 کلمه نامه رو بفرستین، همینجا نامه رو بنویسین، کلمه نامه براتون تو کانال لینک کانال تلگرام روبیکا و بله و ایتا و سروش کلا هر چنلی که هستی برات میاد بالای نامه خالی رو بنویسین. خب این تابلو بیانگر چیست بچه‌ها؟ ببینید راهنمای من، هر موقع این خط کشی زیر پای طرف دیدی، خب بزن گذرگاه پیاده. تا هر تابلویی این خط کشی دیدی زیر پای طرف، بزن گذرگاه پیاده. میم تابلو بعدی. نام این تابلو چیست؟ اینو حل کردیم. هیچ. این سوال خیلی جالبه. میگه در کدام یک از موارد زیر بوق زدن مجازه؟ بوق بزنیم واسه اعلام حضور که در خونه رو برامون باز کنن، واسه خداحافظی، واسه صدا زدن افراد صداشون کنیم، یا سبقت مجاز در روز. کدوم یکیه بچه‌ها؟ این آینه من نمیاد خب، ولی تو کتاب هست دیگه، شما باید جوابشو بدونی. ساده است. کجا مجازه بچه‌ها؟ بوق. گزینه چندمه؟ خانم میم خالقی 18. هرچه نوشتی اومده که نامه رو بنویس، همینجا کامنت کن، یا تو دایرکت نامه رو بنویس برات میاد. تو دایرکت هم نامه رو بنویسی براتون میاد. شاید تو لایو باشی، من بعد لایو برات بیاد. بچه این کدومه؟ گزینه 4، سبقت مجاز در روز. اکثرتون هم جواب دادیم، ماشاءالله. عنوان این تابلو چیست؟ عبور کامیون ممنوع، عبور گاری ممنوع، عبور کامیون یدکدار ممنوع، عبور خودرو با یدک ممنوع. این مهمه بچه. این عبور کامیون ممنوع، اینجا کامیون شما میبینی؟ نه. عبور گاری ممنوع، شما اینجا گاری میبینی؟ نه. عبور کامیون یدکدار ممنوع، شما اینجا کامیون میبینی؟ نه. 4، عبور خودرو با یدک ممنوع، خودرو رو نمیبینی ولی یدک رو میبینی، درسته؟ همیشه عبور خودرو با یدک ممنوع. گزینه 4. سوال بعدی. در کدام یک از موارد زیر دور کردن خود و دیگران از صحنه تصادف از اهمیت بیشتری نسبت به سایر موارد برخوردار است؟ در حوادثی که تعداد مصدومین کم باشد. ربطی نداره. میگه ما چه زمانی اهمیت زیاد داره که خودمون رو یا مصدومی از حادثه دور کنیم؟ خب در حوادثی که خطرات نظیر جاری شدن یا مواد خطرساز یا گازهای سمی وجود دارد، خب این خیلی خطرناکه، ممکنه ماشین منفجر بشه، خب باید دور شیم. 3، در مواردی که خودرو در کنار راه قرار نداشته باشد. نه زیاد تاثیر نداره. 4، در تصادف خودروهای عمومی که امدادرسانی کلی افراد ممکن نباشد. این 2 خیلی مهمه. ببین زمانی که حادثه پیش بیاد، اگر خطر انفجار باشه بس سریع دور شد، اگه بتونیم مصدوم کمک کنیم که انفجار پیش نیاد. این مواد، این 2 برای اینکه صحنه دور بشیم، این 2 خیلی مهمه زمانی که خطر انفجار وجود داشته باشه. خب بچه‌ها امشب پای صحنه اینا. مرسی. بازگذشت این که با هم کار کردیم. کاربرد روش 2 ثانیه زمان در کجاست؟ تخمین مسافت خودروی در حال حرکت با وسیله نقلیه جلویی، تست صحت کار موتور خودرو، چرا به کار موتور خودرو، محاسبه زمان چراغ راهنما در سر چهارراه، چراغ راهنما ربطی نداره، بررسی آثار ناشی از تصادف. بچه این که خودش جوابش داده ایجا، اصلا 4 تا گزینه داره، 3 تا اصلا ربطی نداره. ببین کاربرد 2 ثانیه زمان برای چه زمانیه؟ برای تخمین مسافت خود رو در حال حرکت با وسیله نقلیه جلویی. گزینه 1. حالا اکثر هم گفتین 1. ماشاءالله. این تابلو بیانگر چیست؟
فقط عبور دوچرخه و پیاده، عبور دوچرخه ممنوع، عبور موتورسیکلت ممنوع، بوق زدن ممنوع. این تابلو بیانگر چیست؟ ببینین فقط خب زمانی میاد که بیشتر تابلو آبی باشه، پس گزینه 1 نمیشه. 2 عبور دوچرخه ممنوع، عبور موتورسیکلت ممنوع. 4 بوق زدن ممنوع، ربطی به بوق هم نداره، یا 2 یا 3. اینجا این دوچرخه یا موتورسیکلته. خب این موتورسیکلته، عبور موتورسیکلت ممنوع میشه گزینه 3. سوال بعدی اینو که حل کردیم. سوال بعدی حداقل سرعت در آزادراه‌های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت هست؟ حداقل سرعت چقدر بچه؟ آقا میگه تو آزادراه حداقل چقدر میتونیم سرعت بریم؟ 30 کیلومتر، 60 کیلومتر، 50 یا 70. حداقل سرعت تو آزادراه چی میشه؟ بگی نظرتون، حالش کنن اشتباه بودی درست. هر موقع اسم آزادراه اومد حداقل سرعت شما بزنین 70 کیلومتر. مهم است، این سوال بسیار مهمه. حداقل سرعت تو آزادراه شما میزنین 70 کیلومتر. سوال بعدی، مفهوم این تابلو چیست؟ ورود به انتهای منطقه مسکونی یا پایان شهر؟ کدوم یکی میشه بچه‌ها؟ مفهوم این تابلو چیست؟ این تابلو نگاه روش خطی داره، خب یعنی یه نوار چسبی روش کشیده شده، اینجوری پایانه، درسته؟ خب ورود باز نیست، ابتدا هم باز نیست، یا انتهای منطقه مسکونی یا پایان شهر دیگه. خب این پایان شهر باید بزنی، تموم شد. درست؟ خب نمیشه صفحه برگرده یا نه؟ زیادی نزدیکه. اینجا صفحه رو برگردونیم. خب همینجا اوکی، صفحه برگرده. خب بچه ها هر شب ساعت 9:30 تا 10 شب لایو داریم. لایو های آینامه هست. اگه امتحان داری که کمکت میکنه، فردا میخوای بری پای 1 بگیری کمکت میکنه. اگه پای 1 هم داری، همه چی هم داری، کمکت میکنه فردا در جاده بتونی خطرات دور بشی، تابلوها رو بشناسی. کلا خیلی خوبه. و 10 شب پیاپی هم داریم. 10 شب هم شاید بیشتر باشه. هر شب 9:30 10 هستش، ساعت 9:30 آنلاین شو. درسته رایگانه ولی خیلی کمکت میکنه. هم یه مروری میشه برای گذشته و منظور بهم چی؟ بهم نوشتی منظور بهم چیزون پایین شهر منظورش اینه. مثلا یه شهر نیست روش خط میشه تابلو پایین شهر. هم مروری برای گذشته میشه، هم اگر در آینده آزمون داری کمکت میکنه. رایگان هست ولی به شدت کمکت میکنه. حتی اگه هیچ از کتاب نخونده باشی، همین چند شب اینجا باشی و هم دیگه بریم جلو، 80 تا 90% راه میری. فقط آنلاین باش، تست داری، خودت مارک میزنی، اونم رایگان هست. بعد هر جا نیاز باشه من راهنمایی میکنم، دارم ترفند میگم. اگه هم جزء چنل ما نیستی، این چنل های آینامه، بجز این پیج ما تو هم تلگرام، هم تو روبیکا، هم تو بله، هم ایتا، تو پلتفرم های مختلف آموزش های مخصوص آینامه با ترفند و تکنیکاشو گفتیم، چون همه چی نمیشه تو پیج گذاشت. پیج بیشتر مطلب رانندگی است. اگه علاقه به آینامه داری، حتما کلمه نامه رو تو دایرکت یا همینجا بنویس که بتونیم برات لینک و اتومات سیستم بفرسته، یا همینجا کامنت کن. اگه اینجا کامنت کردی بازم برات تو دایرکت نیومد، تو خودت دایرکت یک کلمه نامه خالی، نامه رو بنویس که برات ارسال بشه. بعد خداحافظی هم میتونی بری تو دایرکت کلمه نامه رو بنویسی. شب خوبی داشته باشی. تو دایرکت منتظرتم کلمه نامه رو برام بفرستی که لینک برات بیاد اتومات. موفق باشی، شب خوبی داشته باشی. خدا نگهدار.